دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه با بررسی دعوای نزدیکان عمر باباجانوف یک ساکن شهر وحدت شروع کرد که 2 سال پیش بعد یک هفته بازداشت درگذشته بود. پیوندان عمر باباجانوف از دادستانی کل تاجیکستان برای تفتیش غیر ثمره بخش و به حاصل حدود 350,000 سامانه جبران ضرر معنوی طلب کردند. آنها همچنین تقاضا کردند که عاملان مرگ پسرشان بازداشت و به جوابگری کشیده شوند. عمر باباجانوف دانشجوی یکی از دانشگاه‌های سنت پترزبورگ روسیه که به ادعای نزدیکانش گویا از سوی ماموران پلیس برای ریش داشتن لطوکوب شده است، ماه سپتامبر سال 2015 بعد از یک هفته بیهوشی در بیمارستان درگذشت. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند دعوای جبران ضرر معنوی برای تفتیش غیر ثمره بخش در تجربه دادگاهی در تاجیکستان بار نخسته است. در پی مرگ عمر باباجانوف در 2 سال قبل دادستانی کل تاجیکستان پرونده باز کرده تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داد، ولی بعدا درباره نتیجه های این تحقیقات گزارش نشد. در حالی که خانواده عمر باباجانوف ادعا دارند که او برای ریش مورد لطکوب قرار گرفته بعدا در بیمارستان درگذشت، در صحبت‌های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهر وحدت گفته بودند که گویا عمر باباجانوف شب 28 آگوست سال 2015 در حالت مستی بود و به جویبار بیتانی سرازیر شده از هوش رفت.